استادان گرامی سلام. طوری که در ویدیوی قبلی تقسیم اعداد سه رقمی بر اعداد یک رقمی را توضیح دادم و اکنون میخواهم نحو محاسبه تقسیم اعداد سه رقمی بر اعداد یک رقمی را توضیح دهم. برای وضاحت بهتر میریم طرف اجرای مثال ها. مثال اول: عدد 564 را بر عدد 5 تقسیم نمایید. حل: 564 تقسیم بر 5. میبینیم که عدد 564 یک عدد سه رقمی است. بنابراین تقسیمات را از صدها شروع میکنیم. میبینیم که 5 صدها داریم و آن را میتوانیم به 5 تقسیم نماییم. بنابراین برای سادگی کار میگوییم که در 5 چند تا 5 وجود دارد. پس 1 ضرب 5 مساوی به 5. میبینیم که در 5 1 تا 5 وجود دارد. پس 1 را در خارج قسمت می نویسیم. 1 5 تفریق میکنیم. 0 10 ها را تا میکنیم. و حال بررسی میکنیم که در 6 ده ها چند تا 5 وجود دارد. یعنی در 6 چند تا 5 وجود دارد. باز هم ضرب زبانی 5 1 5 2 5 میشه 10. میبینیم که 2 5 10 یعنی بزرگتر از 6 شد. پس باید یا عدد مساوی به 6 شود یا کوچکتر از 6 شود. پس 1 5 باز هم 1 5 وجود دارد در 6. 1 5 منفی میکنیم. 1 باقی و حال نوبت 1 هاست. 1 ها را تا میکنیم. میشه 14 1 ها در مجموع. و حال بررسی میکنیم که در 14 چند تا 5 وجود دارد. 2 5 10 3 5 15. میبینیم که 15 بزرگتر از 14 است. پس 2 تا 5 در 14 وجود دارد. جواب ما 2 است. 2 را در خارج قسمت می نویسیم. 2 5 10 منفیش میکنیم. از 4 که 0 برای 4 0. پس حاصل تقسیم مساوی به 112 و باقی مانده مساوی به 4. مثال دوم: عدد 149 را تقسیم بر عدد 7 نمایید. حل: 149 تقسیم بر 7. طوری که میبینیم عدد 149 یک عدد سه رقمی است. پس تقسیمات را از صدها شروع میکنم و میبینیم که یک صدها را نمیتونم به 7 توزیع نمایم. پس باید صدها را به ده ها تبدیل نمایم که میشه 14 ده ها. و حال میبینیم که در عدد 14 چند تا 7 وجود دارد. پس می نویسیم 1 ضرب 7 7 2 ضرب 7 14. میبینیم که در عدد 14 2 تا 7 وجود دارد. پس 2 را در خارج قسمت می نویسیم. 2 ضرب 7 میشه 14. از 14 که 14 را تفریق کنیم. از 4 که 4 کم کنیم 0. از 1 که 1 کم کنیم 0. و حال 9 1 ها را پایان میکنم. 9 تقسیم 7. حال میبینیم که در عدد 9 چند تا 7 وجود دارد. دیدیم که 1 7 7 2 7 14. پس 14 بزرگتر از 9 است. بنابراین 1 ضرب 7 درست است. 1 رو در خارج قسمت می نویسیم. 1 ضرب 7 7. از 9 که 7 کم کنیم میمانه 2 باقی مانده و 21 حاصل تقسیم.